به نام خدا. من دکتر محمد باقر علیپور هستم، جراح سرگردن از بیمارستان خیریه امید که در این مرکز ما در بیماران سرطانی رو تحت جراحی و درمان قرار میدیم. مطلبی که من امروز با هموطنان خودم و همشهریان خودم میخواستم در متن در میون بذارم، متاسفانه مداخله بیجای مواردی به اسم اسامی چون طب سنتی یا اسامی دیگه مثل طب الرضا، نمیدونم طب النبی یا اسامی مثل این در درمان سرطان هستش. این گونه روش ها، این گونه طب های منبرآوردی که بیش از 90% مثلا هیچ گونه پایه علمی ندارن، باعث فجایع زیادی در درمان بیماران سرطانی میشه. متاسفانه ما بیمارانی داریم که بعد از تشخیص سرطان به علت ترسی که در وجود اینها از درمان و خود بیماری سرطان نهفته مراجعه میکنن به چنین شیادانی به اسم طب سنتی یا طب نمیدونم اسلامی تحت درمان قرار میگیرن. تحت درمان که چه عرض کنم، از درمان اصلی غفلت میشه. معمولا 1 سال 2 سال 6 ماه بعد از این بسیار تأخیر بیمار با سرطان در یک مرحله بسیار پیشرفته تر مواجهه میکنه که متاسفانه با اوقات اصلا کار خاصی هم دیگه از دست جراح‌ها یا پزشکای متخصص سرطان بر نمیاد. و همین دلیل من خواهشم اینه که با خصوص در خلأ قانونی که وجود داره که به این گونه موارد دخالت بیجا در امور پزشکی رسیدگی نمیشه، من از ملت خواهش میکنم، از بیماران خواهش میکنم هوشیار باشن. طب سنتی هیچ جایگاهی در درمان بیماران سرطانی نداره و خودشون رو با همچین مواردی گول نزنن. متاسفانه تأخیر در به اصطلاح شروع درمان سرطان همیشه باعث مراجعه بیمار در مراحل پیشرفته تر میشه. وقتی که در مراحل پیشرفته تر مراجعه میکنه، عوارض درمان سنگین تره، طول عمر مریض کوتاه‌تر میشه. حتی مواردی که ما میتونستیم در اول درمان قطعی بکنیم سرطان بیمار رو، متاسفانه دیگه اون فرصت طلایی درمان قطعی سرطان از دستمون در میره. به خاطر همین من مجددا خواهش میکنم که بیماران این اشتباه رو نکنن. متاسفانه بسیار عوارض زیانباری برای خودشون و خانواده‌شون داره. متشکرم.